سلام دوستان همکاران عزیز. این همون استخریه که دور و برش رو ببینید همش به قول ما شمالی ها سل بود، کلی آبگیر با بلوک 20 تو خالی که داخلش پر آب بود. خلاصه بعد از 5-6 روز کاری خشکش کردیم. الان هم امروز هم آمدیم کف کار کردیم. خود کارفرما هم اینجا هستش داره فیلم میگیره. مهندس روز اول چند دقیقه توش آب بود؟ قبل از اینکه صحبت بکنیم ممنون و متشکر از شما. خواهش مخلصیم. حداقل میشه گفت که 50 سانت داخل استخر آب بود. بلوکا هم تو خالی بود درسته؟ بلوکا هم تو خالی هسته و در آخر بسیار ممنون و متشکر قربون شما از کار بسیار عالی شما و دوستان عزیز. مرسی زحمت استخر رو مرسی قربون شما. خدا